سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. برای این آموزش وارد نرم افزار پیکسل لب میشید. میاد روی این گزینه کلیک میکنید و از قسمت فرام گالری عکس بک‌گراند خودتون رو انتخاب میکنید. برای مثال من این بک‌گراند رو انتخاب میکنم، سایزش رو سایز 1:1 قرار میدم و به این شکل تیک رو میزنیم. خب بعد از اینکه بک‌گراند خودتون رو انتخاب کردید، میاد روی گزینه وسط کلیک میکنید، وارد بخش شیپ ها میشید و یه شیپ مربع رو به این شکل ایجاد میکنید. حالا سایز اون رو به این شکل بزرگ میکنید و دقیقاً وسط تصویرتون قرار میدید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، وارد بخش کالر میشید، روی گزینه گرادینت ضربه میزنید و همچین گرادینتی ایجاد میکنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، روی گزینه تیک کلیک میکنید و بعد بیاد اوپاسیتی یا همون شفافیت این شیپتون رو کم کنید. حالا یه مقدار میرید جلوتر، وارد گزینه اوپاسیتی میشید و اوپاسیتی رو تقریبا رو همچین درصدی قرار میدید. خب بعد از اینکه این کار انجام دادید، حالا ما این شیپ رو به این شکل میچرخونیم که دقیقاً نصف تصویرمون یک رنگ باشه و نصف دیگر رنگ دیگه. خب بعد از اینکه این کار انجام دادید، میاد رو قسمت لایه کلیک میکنید و این لایه‌تون رو قفل میکنید که تکون نخوره. بعد از اینکه این کار انجام دادید، میاد رو گزینه ایمپورت ضربه میزنید و تصویر شخصیت‌های خودتون رو وارد میکنید. برای مثال من این دو تا شخصیت رو وارد میکنم و دوباره روی گزینه ایمپورت ضربه میزنم و تصویر بعدیمون رو به این شکل وارد میکنیم. خب بعد از اینکه وارد کردیم، حالا سایزش هر چقدر که خواستیم تنظیم میکنیم و کنار همدیگه قرار میدیم. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، باید بیاد یه گرادینت دیگه ایجاد کنید و پایین صفحتون قرار بدید و یه شیپ مربع دوباره ایجاد میکنید. دوباره سایز اون رو به این شکل بزرگ میکنید و کل صفحتون قرار میدید. حالا باید بیاید بخش گرادینت دوباره و همچین گرادینتی ایجاد کنید. برای ساخت این گرادینت ما یه رنگی رو انتخاب میکنیم، روی گزینه پلاس ضربه میزنیم. حالا باید این رنگ اولتون رو میزنید روش کلیک میکنید، وارد گزینه و آیکون سطل رنگ میشید. رنگ اول رو باید 100% مشکی قرار بدید و رنگ دوم رو باید کلا رنگش رو از بین ببرید به این شکل. این گزینه آخره که به سمت چپ تا آخر ببرید، رنگش رو از دست میده. یعنی یک رنگ مشکی 100% و رنگ دیگر کلا رنگ نباید داشته باشه. حالا تیک رو میزنید و همچین گرادینتی بر شما ایجاد میشه. خب حالا بعد از اینکه گرادینتتون رو ساختید، اون رو به این شکل کلا میچرخونید و پایین صفحتون به این شکل باید قرارش بدید. خب بعد از اینکه گرادینتتون رو قرار دادید، حالا ما روی لایه‌ها کلیک میکنید و گرادینت رو کلا قفل میکنیم که دیگه تکون نخوره. حالا این شخصیت‌ها رو هم یه مقدار باید پایین‌تر بیاریم که کارمون تمیزتر و جذابتر باشه و همینطور شخصیت بعدی هم به این شکل پایین قرار میدید. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، میاد روی گزینه شیپ ها کلیک میکنید و یه شیپ مربع به این شکل دوباره ایجاد میکنید. حالا سایزش رو یه مقدار کوچیک میکنید، از قسمت ردیوس یه مقدار ردیوس رو افزایش میدید که گوشه‌های اون حالت نرم بگیره. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، روی تیک کلیک میکنید و از این شیپتون باید یه کپی بگیرید. روی مداد بالا کلیک میکنید و گزینه کپی رو میزنید و دقیقاً از اون شیپ برای شما کپی گرفته میشه. خب بعد از اینکه از شیپتون کپی گرفتید، میاد روی قسمت گزینه‌ای که برای شما روی اون کلیک میکنید و از قسمت گالری تصویر مورد نظر و لوگوی اون تیم رو انتخاب میکنید. برای مثال من اولین تیم رو این انتخاب میکنم و روی سایز 1:1 قرار میدم که داخل مربعمون به این شکل قرار بگیره و همینطور شیپ دوم رو کلیک میکنیم، وارد دوباره همون گزینه میشیم و از قسمت گالری لوگو و عکس تیم بعدی رو به این شکل انتخاب میکنیم. خب حالا تیک رو میزنیم و به این شکل میبینید که داخل شیپامون لوگو و عکس تیم های مورد نظرمون قرار میگیره. حالا بعد از اینکه این کار انجام دادید، روی گزینه تکست ها ضربه میزنید و متنای مورد نظر خودتون رو تایپ میکنید. خب بعد از اینکه متنای خودتون رو تایپ کردید، حالا برای جذابیت بیشتر رو متن دوم کلیک میکنیم، وارد بخش کالر میشیم و اسم تیم اول رو به این شکل انتخاب میکنیم و رنگش رو به قرمز تغییر میدیم. حالا به همین شکل دوباره رنگ دوم و متن دوم رو به این شکل زرد تغییر میدیم. خب بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید، دوباره برای اینکه کارمون خیلی حرفه‌ای‌تر باشه، وارد بخش ایمپورت میشیم و دوباره لوگو و عکس تیم ها رو به این شکل وارد میکنیم. خب حالا اولین تیم این عکس رو وارد میکنیم و تیک رو میزنیم. حالا سایز یه مقدار کوچیک میکنیم، میخوایم که دقیقاً پشت سر سوژه‌مون قرار بگیره. برای این کار میایم رو گزینه تو بک کلیک میکنیم و به لایه پایینی به این شکل منتقلش میکنیم. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، به همین شکل دوباره وارد بخش ایمپورت میشیم و عکس تیم بعدی رو به این شکل وارد میکنیم. خب روی اون کلیک میکنیم و تیک رو میزنیم.
دوباره اینو سایزش رو کوچیک میکنیم و پشت سوژه رو به این شکل قرار میدیم. خب حالا کافیه که بیام دوباره روی گزینه تو بک کلیک کنیم و اونو به لایه پایینی منتقل کنیم. ببینید روی این گزینه کلیک میکنیم و به لایه پایینی منتقلش میکنیم. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. با ما همراه باشید در کینگ گراف.